خب در نام فریدون میرشریفов از نام سعید احسان لایق زاده 1000 سومان. بسیار احسن آفرین. من پیش ما را کشودک نخویش پگاه در نویه لخش مسابقه گشتین گیری دایر می شود. از تمام مهمانانی که امروز در اینجا اشتراک دارند مسئولین ساحه ورزش نویه لخش احترامانه شما را دعوت دارند و در این زحمت در نویه سنگبار هم که چارگینی برگزار می‌گردند. احسن برادر ایرانی بازم خوش آمدید. جوانان هممون پهلوانانی که از جمهوری ازبکستان از جمهوری اسلامی ایران در اینجا اشتراک دارید. قدم های شما رو خیر مقدم میگم. محسن اسام‌الدین با نزد ما بیا. محسن اسام‌الدین یک خرسک میزنه به خاطر محسن. احسن آفرین. یک بار دیگه خواهش میکنیم همین ترتیبی که همینجا هست باید همون داور همون غالب باید که توفش همینجا گیرد. خواهش میکنیم از کارمندان خوب احترامانه خواهش میکنیم. حبیبالله من ببینید با لباس یگانه ورزشی این هم افتخاری یکایک ما و شما است که مقام بین المللی گرفتن گشتین گیری و لباس یگانه ورزشی. خب حبیبالله خب دوستان عزیز، عبدالله لایق‌زاده از ناحیه رشت با لباس یگانه ورزشی و حریفش عبدالرحمن بیا کی؟ موسی بیا پس بیا. بسیار پرتوت زیبا و پرتوت مخلصانه فریدون میرشریفov. سلامت باشی استاد. بار دیگر خوش آمدی. اصلا همون صدای شما خسته نشود. ما رشته سخن رو با استاد میدیم. سپاس و تشکر باری دیگر. این منطقه ممنوع. خوش میکنم کامادر میزدو. این طرفه روش آزادتر کنید برای دیگر باره معرفی محسن اسام‌الدینو پهلوان ازبکستان در طبقه که نشست اشتور است. مهمانای ارجمند عبدالله سعید خواجایف سرداور مسابقات یک بار دیگر خواهش میکنیم از ارجمندترین شخصی که از ایران آمده است مزدست گرفت. تأسف خیلی اکنون تکیه با پهلوانای محلی بکنیم ها. جهانگیر خیلی که اکنون
پشت پردمون با جهانگیر مجبوره ببروی ها بگردمون شیری فرخوره فرخور ها Gazi tabak. خب گوش کنین که گپس اکای محمد شریف سلیمانو کساز جون هندن نامن رامه گوش کن گپ سری به هر دو وقت این بود خداوند هر کسی که زحمت و مهنت کشید پاداشش از بالا خالصانه میدهد آمین جهان پرتافتی که شد رحمانانی لال شادمان آمین جهان Oh